شما تو دنیایی زندگی میکنید که بیابی فقط تشنگی نمیاره، بلکه نفس کشیدن هم ازتون میگیره. چهار با بیابی سخته، زنده مشکلی با بچه و حیوان و گوسفند اینا خیلی سخت زندگی. شما نمیشین نرین کنار آب و برکه؟ آب نداره چیکار کنیم؟ مجبوریم بریم. ما هم نداریم، ما لباس نداریم. اصلا لباس با چی بشوریم؟ دامای ما از بین رفت، خودمون از بین رفت. به پیشنهاد ایران، سازمان ملل روز 12 جولای یعنی 21 تیر ماه رو روز جهانی مبارزه با گرد و خاک اعلام کرده. همچنین ایران رئیس اجلاس بین‌المللی مقابله با گرد و غبار شده که قرار شهریور امسال توی تهران برگزار بشه با حضور وزرا و رؤسا و مسئولین محیط زیست کشورهای مختلف. همچنین ایران به کشورهای همسایه پیشنهاد مهم داده: تشکیل سازمان منطقه‌ای محیط زیست. اون چه که اتفاق افتاد بحث ایجاد سازمان منطقه‌ای محیط زیست بود. با وجود همه این کارهای به ظاهر موفقیت‌آمیز، این وضعیت مردم سیستان و بلوچستانه. تابستون پارسال بود که گرد و غبار عجیبی توی آسمون شهر اردبیل و چند تا شهر دیگه پیدا شد. امسال هم مشهد و زابل و زاهدان آبی آسمون رو از دست دادن. کاشف به عمل اومده که دلیل اصلی این گرد و خاکی که آبی آسمون رو از ما گرفته بی‌آبیه. والا ما که از تشنگی مردیم، از بی‌آبی مردیم. چیزی که حق مستا امن ورمگیر بیشتر من میخوای. دامای ما از بین رفت. خشکیدن سدها، آبگیرها و دریاچه‌ها دلیل این گرد و غباره. خشکسالی باعث میشه کف رودخونه‌ها، آبگیرها و تالاب‌ها به انباری از خاک تبدیل بشه تا بادهای موسمی این خاک‌ها رو بلند کنن و اینجوری مهمون خونه‌های مردم کنن. غلظت گرد و خاک این بادها گاهی 20 برابر استاندارد هوای پاکه. این گرد و خاک هم محصولات کشاورزی رو از بین میبره، هم جون آدما رو ازشون میگیره. امسال نزدیک به 2000 نفر توی سیستان و بلوچستان به خاطر این گرد و غبار دچار مشکلات چشمی و تنفسی شدن و بستری شدن. سیستان و بلوچستان چند سالیه که رکورددار ابتلا به سله. سل یه بیماری خیلی حاده که 50% افرادی که بهش مبتلا میشن متاسفانه جون خودشون رو از دست میدن. دلیل اصلی گرد و غبارهای استانهای غربی، سدسازی کشور ترکیه و خشک کردن زمینهای نزدیک مرز ایران بود. دلیل گرد و غبار استانهای شرقی هم کم آب شدن رود هیرمند و خشک شدن دریاچه هامون و آبگیرها و رودخونه هاست. طالبان داره رود هیرمند رو خشک میکنه. دلیل اصلی گرد و غبارهای سیستان و بلوچستان همین بیابی تحمیل شده از همسایه‌های شرقیه. ما وسط یه جنگ آبی هستیم از غرب و شرق. اما به نظر میرسه جنگ آبی با همسایه شرقیمون داره جدی میشه. مطلب ما رو مطلب عادی تلقی نکنم، بسیار جدی بگیرم. من دارم اخطار میکنم به مسئولین و حاکمان افغانستان. رودخونه هیرمند از قدیم رگ زندگی و ناجی تشنگی مردم سیستان و بلوچستان بوده. البته سیستان قدیم شامل یه بخشایی از افغانستان هم میشده. کتاب المسالک و الممالک. کتاب المسالک و ممالک یک کتاب اطلس جغرافیایی که برای قرن 4 یعنی 1000 سال پیش. توش درباره سیستان و بلوچستان یه مطلب جالب داره. بین ساکنان بالادست و پاییندست رود هیرمند درگیری و منازعه وجود داشت. توی یکی از این درگیری‌ها بالانشین‌ها مسیر رود رو تغییر دادن و به علت تغییر مسیر رود هیرمند و تبدیل این منطقه به کویر، مردم پاییندست مجبور شدن شهر و دیارشون رو ترک کنن. گویا از قدیم الایام مردمی که نزدیک سرچشمه رودخونه بودن همیشه متهم بودن که زیادی از آب رودخونه استفاده میکنن و اونقدر سر راه رودخونه نهر و جوی و جویبار میزنن که آب کمی برای مردم پاییندست باقی میمونه. خلاصه این دعوا از قدیم وجود داشته، اما بعد از جدا شدن افغانستان از ایران این دعوا به دعوای دوتا کشور تبدیل شد. افغانستان سال 1857 از ایران جدا شد، یعنی سال 1235، دقیق تر بخوام بگم 23 اسفند 1235. وابسته بودن زندگی مردم دو طرف مرز به رود هیرمند و تقسیم حقابه و درگیری‌های مرزی باعث شده بود که شاهان ایران و افغانستان از دولت‌های خارجی بخوان که بینشون حکم بشه. مثلا سال 1905 بعد از 2 سال و 3 ماه نقشه برداری توسط انگلیسی‌ها در نهایت 10,772 کیلومتر مربع از سیستان به افغانستان واگذار میشه. بیش از 30 برابر مساحت شهر زابل. سال 1114 هم رضاخان با حکمیت ترکیه یه منطقه به مساحت 3000 کیلومتر مربع رو به عبدالرحمن خان واگذار کرد.
اسم این منطقه دشت نامید بود. محلی‌ها بهش میگن نامید. البته توی گوگل مپ و سایت‌ها و کتاب‌های اطلس بهش میگن ناامید. واگذار کردن دشت ناامید به این امید بود که تنش‌های آبی بین ایران و افغانستان کمتر بشه که نشد. حتی با 1/3 شدن حقابه ایران توی پیمان سعدآباد که اون رو هم رضاخان امضا کرده بود، این دعواها کم نشد. $820 میلیون متر مکعب. این مقدار آبیه که طبق آخرین قرارداد بین ایران و افغانستان باید از هیرمند افغانستان به هیرمند ایران سرازیر بشه، برابر با حدود 1 سال مصرف استان تهران. این مقدار آب باید از مرزها عبور کنه و مردم سیستان و بلوچستان رو سیراب کنه. اما جبار وطنفدا گفته بود که پارسال فقط 4 میلیون متر مکعب آب از شریان هیرمند وارد کشور شده. جبار وطنفدا مدیر دفتر رودخونه‌های مرزی وزارت نیروه، یعنی یکی از مسئولین اصلی پیگیری آب سیستان و بلوچستان. ایشون چند وقت پیش مهمون مردم زابل بودن و مردم زابل چنین واکنشی به حضور ایشون داشتن. اینجا بادهایی که مردم محلی بهش میگن بادهای 120 روزه گرد و خاک رو از زمین‌های بلند میکنه که با نرسیدن آب هیرمند تبدیل به بیابون شدن. آب رودخونه هیرمند دیگه به دریاچه هامون نمیرسه. دریاچه هامون پشت این سد زندانی شده. فاز اول این سد رو آمریکایی‌ها ساختن. فاز آخرش هم دولت اشرف غنی فروردین 1400 افتتاح کرد. دولت اشرف غنی همون سال سقوط کرد و طالبان حاکم کل افغانستان شد. طالبان وعده داده که سد کمال خان رو باز میکنه، ولی بعد از حدود 2 سال هنوز این اتفاق نیفتاده. حالا چیزی که اعصاب آدم رو خورد میکنه اینه که ساخت سد کمال خان با کمک یه سری از مسئولان ایرانی شکل گرفته. طالبان اومدن با وارد کردن سیمان ارزون قیمت از کشور ما این سدها رو ساختن. همچنین کاشف به عمل اومده که یه سری مقامات طالبان دارن از مشورت دانشجوهای افغانستانی استفاده میکنن که توی دانشگاه تهران یه سری رشته‌های حساس و استراتژیک رو توی کشور ما خوندن و فارغ التحصیل شدن. ما که داریم سازمان منطقه محیط زیست رو ایجاد میکنیم. رئیس اجلاس بین‌المللی مقابله با گرد و غبار هم که هستیم. یه روز خاص رو توی تقویم همه کشورها به اسم روز جهانی مقابله با گرد و غبار هم که ثبت کردیم. جلوی شیطنت‌های ترکیه رو هم که گرفتیم. اما چرا نتونستیم جلوی طالبان بایستیم؟ به تشنگی مردم سیستان و بلوچستان نفس‌تنگی هم اضافه شده. به نفس‌تنگی مردم سیستان و بلوچستان دیگه چی باید اضافه بشه تا دورترین شهرها و روستاها به چشم بیان؟ ما توی این قسمت از کاشف قدم اول رو برداشتیم. حالا نوبت شماست که با بازنشر این ویدیو صدای مردم سیستان و بلوچستان باشید.